دشت همون دشتی که خرگوش نداره ای بچه صیاد به پایش تاب داره ای بچه صیدم را بزن خرگوش دشتم را بزن خواب خرگوش به خواب یار میماند من خواب خرگوش به خواب یار میماند من بیا بریم کوه کدوم کوه همون کوهی که آهونا داره ای بچه صیاد به پایش تاب داره ای بچه صیدم را بگیر خرگوش دشتم را بگیر آهوی کوم را بگیر خال آهو به خال یار میماند من خال آهو به خال یار میماند من بیا بریم کوه کدوم کوه همون کوهی که اوقات تاب داره ای بچه صیاد به پایش تاب داره ای بچه صیدم را بزن خرگوش دشتم را بزن آهوی کوم را بزن قمری باغم را بزن چنگ اوقا به چنگ یار میماند من چنگ اوقا به چنگ یار میماند من خواب خرگوش به خواب یار میماند من خال آهو به خواب یار میماند من چرخ قمری به چرخ یار میماند من چنگ اوقا به چنگ یار میماند من خواب خرگوش به خواب یار میماند من خال آهو به خواب یار میماند من چرخ قمری به چرخ یار اینجا کجاست؟ سلام علیکم. سلام. شیرینه؟ شربته؟
مردم چه وکنی ها؟ چی کار داری میکنی؟ میگم چی کار داری میکنی؟ دارم زمادت عوض میکنم. نترس، مرد که نمیترسه. ها نباید ترس، هیچکی مثل شیر فرهاد نبتونه زماد درست بکنه. تو بودی زدی تو سر من. ولی همچی خوب زدی تو سر شاه خواهرو. خب من چه بکنم؟ خیالم رسید دوز بی. این زهر مار از تو تنت هرت میکشه بیرون. زهر مار؟ یه نشیمنگز زدت ای هوا. اگه نرسیده بودم گور به گور شده بودی. ها این نشیمنگز ود ماری بید، فقط نشیمن وگزه. شانس بیاوردی شیر فرهاد نفلش وکرد. بلند شو میخوام بشینم. بلند شو نه. اقلگن تا 2 روز نبتونی روش بشینی بدبخت. حالا مثل بچه آدم بیا زمادت عوض کنم. نمیخوام، خودم عوض میکنم. همینه؟ اینجا کجاست؟ اونجا نشیمنته دیگه. منظورم اینه اینجایی که من الان توش هستم کجاست؟ چه آبادیه؟ و گفتی آبادی ها؟ نه و گفتی آبادی؟ حرف دهنت بفهم. اینجا بخش بید. البته هنو نشده ولی میشه. بشت. خب حالا اسم این بخش چیه؟ خب معلومه، برره. برره؟ عجیبه، تا حالا نشنیده بودم. خاک و چوک، مگه هنوز تو دنیا کسی پیدا بشد کسی به برره به گوشش نبخورده باشه یا ها؟ بی سواده یا چل بید. خب حالا یه دستمال به من بدی من دستمو پاک کنم. ورمال به سرت، واسه موهاتم خوبه. چیه؟ یه بو عجیبی میده. این گل نخود یه هفته تو روغن بادام ور و خوابونی بشه همچی عسل. بعدم پیشاب بچه بز بهش اضافه میکنن چینی ور بیاد. چی اضافه میکنن؟ پیشاب نمیدانی چیه؟ این معلوم نه از کدوم دهکوره آمده که هیچی به گوشش نبخورده. دنبال اون وچو. این چرا همچی بکنه؟ لابد این رسم و رسوم دهشونه. بچه کجایی؟ تهران. راستکی مال تهران بیدی؟ دروغ هم چیه؟ مال تهران هم دیگه. پس از پس کو میای. اسم چیه؟ کیانوش. چرا میخندی؟ پس راست مگوه که تهرانی ها عجیب غریب بیدن. کیانوش که اسم دختر بید. نه خیر اسم خانمانی است. نه وقتی سحرناز بگو اسم دختر بید یعنی اسم دختر بید. حالیت بشون. این خواهر من یکم تنده. اسم من شیر فرهاده. اینم خواهروی من سحرنازه. خوشبختم. توی این حوض چی ریختین؟ شربته؟ آدم مگه شربت بریزه تو حوض؟ آخه شیرین بود من خوردم. خب معلومه که شیرینه. آب شیرین برره تو همه دنیا معروفه. 1000 جورم خاصیت داره. این آب شیرین برره است. ببخشید یه لقمه نون داریم به من بدیم بخورم؟ من یک مقداری ضعف دارم. من نمیفهمم چرا اینقدر میخندی؟ لهجه‌تون خیلی زایه بید. لهجه من؟ آره. وگوه یه لقمه نون دارین من بخورم؟ یه مقدار ضعف دارم. خیلی بد حرف زدی. من بد حرف زدم؟ ببخشید البته جسارتا خدمتتون عرض میکنم که من تهرانی حرف میزنم. شماها لهجه دارین. بذار من برم این زبانش از حلقومش وکشم بیرون. میگم ور بچولوس. زبان مهمانه که تو برره روز اول از حلقوم نمیکشن بیرون. حالا اگه روز دوم بید یه چیزی. ببخشید من جسارت کردم. من عذر میخوام. تو چرا جلوی غریبه تو رو خواهرت بربایستی ها؟ این به لهجه برره‌ای توهین وکرده. با منی؟ ها. بیا بریم تو، من با تو یکم حرف خصوصی در بکنم.
من برای خونه بوا نهار درست نکنم، شما هم تشریف برگردید. برو جلو پلاستو بپوش بریم خونه بوا. بوا؟ بوای من دیگه، خانه پایین براره. بسیار خب، من برم لباسمو بپوشم، آماده شم. ولی واقعا لهجهش خنده‌دار بیده. من برم لباسمو بپوشم. سلام شیفرها. سلام علیکم. این دیگه کی بی؟ این دوست من از تهران آمده. از تهران؟ تهرانی اصلا؟ اصل تا حالا با تهرانی ندیده بودم، یعنی دیده بیدم ولی بچه فسابی. خوش آمدی تهرانی. من تامنه بررم. خوشبختم. منم کیانوش هستم. کیانوش؟ کیانوش که اسم دختر بید. خب دیگه تهرانیه دیگه. تهرانی از این قرتی بازی ها زیاد دارن. من برم سر مزرعه، خانومم منتظرم. اگه دیر برم ور میپکر. خیر پیش. چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ تا حالا خانه یک خانه برره‌ای رفتی؟ نه. پس کارت سخت بید. چرا؟ واسه اینکه رسم و رسومات داره. حالا باید چی کار کنم من؟ خوب گوش بگیر ببین چی میگم. وارد خانه خان که شدیم، 2 زانو روبروی خان میشینی، گوش چپتا میذاری روی زمین، فقط با گوش راستت میشنوی. حالیته؟ اگه این کارو نکنی میدن چوبت بزنم. هر سوالی هم که خان ازت میکنه فقط با سر جواب میدی. حالیته؟ فهمیدم. گفتی تهرانی بید؟ مطمئن میدی بچه رو مثل چلاقمونه. وقتی ملنگ بود کیفش دیدم، چیزهای عجیب غریب توش بود. از تهران اومده بیدی؟ باش بشین. پاش مثل بچه آدم بشین. این چه طرز نشستن جلوی خاندی؟ نه پسرتون گفته بود که رسم و رسومتون ساکت! الان بگم چوبت بزنم. شیرت حلال پسر. خوب سر کارش گذاشته بیدی. وظیفه‌م بود بوا. فکر نمی‌کردم که تهرانی هم اینجور برن سر کار. من متوجه نمیشم یعنی چی این کارا. مزاح کردیم. ساکت! بیادب. جلو خان خنده بد کردی؟ خیلی بیادبید. خب بگذاریم. شنیده بیدم تو بیابون ور چلوز بیده بیدی. بله تو بیابون بودم، رفتم جایی نشستم، یک باری منو نیشتم. یه نشیمنگز زدش ای هوا بوا. اگه نرسیده بودم گور به گور شده بید. شانس بهت رو در بکرده بید. نشیمنگز خیلی بد ماری بید. زهر مارش هم چی صاف وره تو شقیقه. شادولا خانوم راست بگو. قدیما اطراف برره فیل داشتیم. ای هوا همین نشیمنگز ها نسلشونو برد کندن. البته تقصیر خود فیلا بیدا. فیلا یه اخلاق بدی ندارن، نمیدونن که نشیمنشونو کجا وزارن. خب بله درسته. بله چی رو درست بگو؟ تو چیزی نمیدونی چرا حرف در کنی؟ تقصیر فیلا چی بید؟ تو عمرت فیل دیدی؟ من از نزدیک نه. اینا تهرانیان بوا هیچی ندیده تو زندگیش. وقتی فیل ندیدی بی خودی حرف در نکن. آخه فیل بیچاره که گردن نداره وقتی بخواد بشینه چطور زیرش ببینه؟ خب بله این فرمایش شما متینه. این حرف مفت در نکنه تو هم بگویی بله؟ اگه تقصیر نشیمنگز بید تا چرا نسل بزاق نپاکی؟ حالا اینا الان مهم نیستش، در واقع این مهم هستش که رفع شیرفرها سب کو بینم
بعد گفتی من حرف مفت در کنم. خوب کاری و کردم چون حرف مفت در کنی و گویم حرف مفت در کنی. من حرف مفت در کنم؟ پس بگی منو بزنی؟ الان خالیت بکنم. چند دفعه نگفتم منو بزن. این کار الان میکشن همدیگر رو. الان حل میشه. سب کنه چی به نوچوفسکو حاضر بید الان قیاره. آخ جون نوچوفسکو، من میمیرم برای نوچوفسکو. الان آشتی کردم. حل شد. خب خوبه. الان یه نوچوفسکویی با هم میخوریم حال جا بر بیاد. چی میخوریم؟ این نوچوفسکو بید غذای معروف ورره و خوریم. این خوشمزه ترین غذای برربید. انگشتات هم میخوری. به خصوص نوچوفسکوهای دسرناز ما را تو برره هیچکی نتونه بید. اصلا همه دنیا برره رو به تو چیز برشناسن. یکی گیوه های برره، یکی نوچوفسکوی برره. خیلی خوشمزه میشه. بفرما کاری نکردم، میخواستم از این بخورم، ببخشید. بی خود کجای دنیا اینجوری نوچوفسکو بخورن؟ من نمیدونستم، ببخشید، من عذر میخوام. ای سرناز وزه دستتو ونداخت وسط سفره، اون وقت یاد بگرفتی. دیدین نزدیک بیچاره شیم. فردا چوف افتاد تو برره که تو خانه پایین نوچوفسکو رو با دست و دهن مدبونن. زبون تو باز بگید زن نیاتون رو. اون وقت تو برره چطوری سر بلند نکردی؟ آقا من عذر میخوام، نمیدونستم، ببخشید، من عذر میخوام. خیلی خوب. سهرناز نوچوفسکو خوردن یادش بده تا دیگه ای غلط ها نکنه. چشم. خوب گوشاتو وا بکن وره تو سرت. اول یه سیب وداری، وزنی تو شکرها و خوری. بعد یه نخود وداری، بذاری کف دستت. همچین حالیت و شد؟ بله دقیقاً دیگه اصلا جای نگرانی وجود نداره. بفرما دختر. همینه دیگه. گوش بگیر. نخودو بذار ایجا بین ای بند و ای بند. خوبی. اگه شعور داشته باشی کم کم یاد میگیری. بله. بخورین. دوتایی نمیشه؟ نه یکی ایجا. سیر بر شدی شکمت پر بر شد. خب بله تقریبا. البته نه، من همشو زدم تو چهارم زدم به در دیوار، چند تاشو بیشتر نتونستم بخورم. اینم خودش خیلی بید. پیش پای شما یه مهمون داشتیم از شیراز، نخود ور پرید برقش جونش یعنی مرد؟ وقتی بگویم جانش در برب یعنی بمرد دیگه. خب بله قاعدتا همینطور هستش. یه سوالی برام پیش اومده، من چرا تا حالا اسم برره رو روی نقشه ندیدم؟ به خاطر حسودی، به خاطر دشمنی ما چند بار کاغذ فرستادیم که برره را بخش کنن، اما هر بار یه بهانه در کردن. آخرش هم بخش بشیم، اون وقت بفهمیم با کی طرف میدن. خب حالا چرا مخالفت میکنن؟ واسه که میدانن برره پاش به هر جا برسه ترقی میکنن. اگه ما یه نماینده بتپانیم دل مجلس، همه چی حله. اول میشیم رئیس مجلس، بعد برره میشه پایتخت. تاریخ ثابت کرده برره هر جا بره پیشرفت میکنه. بله. من یه سوال برام پیش اومده، ببخشید میتونم بپرسم تاریخ برره به کی برمیگرده؟ بپرس. خب چرا ورماسیدی؟ خب بپرس دیگه. خب همین پرسیدم تاریخ برره به کی برمیگرده. اسناد تاریخی بگوه که برره 3200 سال قدمت داشته. واقعا؟ یعنی بوهای من دروغ بگوه ها؟ نه یعنی میگم چه جالب. همین اسناد تاریخی بگوه که اون موقع ها جوانی بود به نام جک که یتیم بود که با مادر پیر و بیمارش زندگی کرد. تنها ثروت اونها یک بز بود که هر روز شیرشو دوشیدن، یا خوردن یا همون شیر رو فروختن و با پولش زندگی کردن، تا اینکه یک روز جک اومد شیر بز رو دوشه و بینه که شیر بز خشک شده. جک و مواش به فکر افتادن که یک کاری بکنن.
عاقبت جک تصمیم گرفت که بز رو ببره شهر و بفروشه. Hilda! Ida! Ingo! جک بزو ورداشت و ورفت تا یک جایی توی جنگل چشمش به یک جادوگری بیفتاد که ورداشت ورد بخون. نوها! ایدا! آهی! اومبا! ایدا! جادوگره تا چشمش به جک بیفتاد به جک پیشنهاد داد که بزش را به او وده و به جاش چند تا نخود جادویی از جادوگر بگیره. این جکم که از اون جایی که ساده و چلمنگ دید قبول بکرد. بزو به جادوگر ودا و به جاش نخودای جادویی ازش بگیره و برفت. جک که تازه و فهمیده بید چه کار احمقانه و چلمنباری بکرده از ترس مواش که یه وقت او را نکشه به خانه نبرد. نخدا رو همونجا چال کرد و همونجا خوابش بود. صبح که چشاشو وا کرد فدید که به جای او بیابون برهوت و بی آب و علف وسط یک ده سرسبز و خوش آب و هوا بیده و بفهمید که جادوگره بهش دروغ نگفتن و خدا واقعا جادویی بیده. و حالا همه این داستان رو ودونن که برره از یک نخود جادویی به وجود نیامده. واسه همینه که اسم ایده رو وزارم برره. وای شما وقتی داستان بگویید خیلی جذاب بشید. راست بگویی؟ شما خیلی لطف داشته بیدی. خب دیگه بابا کاری با ما نداشته بیدی ما یک سری بریم مزرعه. چشم با ما بریم مزرعه. شما هم آقا کیانوش رو ببرین برره رو نشان بدین. چشم با اجازه. موا یعنی مادر. مادرتون هستن؟ اصلا بهشون نمیاد. خوب مانده. آقا بله خوب موندن. من یه مقداری دلم پیچ میزنه مال همین نشیمنگزه. نه این مال نوچوفسکوه. اصولا غذاهای برره یه خاصیتی داره که یه حالی به دل و روده میدن تا چند روز این دلت پیچ و زیتی. اما نه ترس.
ای تا 2-3 روز دیگه دل رودت ور نپا که حتما زنده بمانی. حالا پاشو بریم برره رو نشانت بدم. یه سرم به طبیب بزنیم نشیمنگزت ببینه. او ده طبیب دارین تو برره. چه جالب چه جالب. پس چی خیالت بید ها؟ طبیب ما از 7 فرسخ این ور 7 فرسخ اون ور لنگه نوداره. مردم از فسا پا بشن و یا اینجا طبیب ما اسبشان رو آمپول بزنه. اسب آمپول میزنه؟ طبیبتون اسب آمپول میزنه؟ اون وقت منو همه چی آمپول میزنه. بزم آمپول میزنه. پاشو. آره. ولی لهجهش خیلی زایبیدا. طبیبتون اسب آمپول میزنه. اینجا میدان اصلی برره بید. سه کن. به برره خوش آمدی. برو. سلام طبیب. این معروفترین طبیب برره بید. طبیب جکول. طبیب جکول. خب طبیب جکول الان دارن اصلاح میکنن که ما بریم بعداً بیایم مزاحمشون نشیم. مریض داریم طبیب. باشو برو. باشو برو. هنوز که تموم نشده بی. برو. برو. وشین. خوبی شیر فرهاد؟ چی شده بید؟ باز آبان خود زیادی بخوردی؟ مریض من نیستم اینه. نشیمنگز زدش ای هوا. نشیمنگز زده بیدش؟ شقیقت ور نمیتپه؟ نه. حالا ولکم هم نمیری. طبیبتون آرایشگری هم میکنن؟ از اولش آرایشگر بوده. طبیب نبیده که. کرنلی میزده ای هوا. باید یک آمپول بزنمش. باید تو. اون تو؟ خب وسط میدان که نمیشه. باید بری تو دیگه. بزن. تمامه. تمامه. زمادش هم هر روز عوض بکن. بریم. پولش ببخشید چقدر شد؟ 2 تومن. تهران ما 5 قرون میدین؟ اینجا ما از بز 1 تومن بگیریم. یعنی تو از بز هم کمتر بیدی؟ پولش آوده. ای عصبانی که بشه طور دیگه میشه. پاشو بریم کافه یه چیزی بدم و خوری حالت جا باید. دست درد نکن.
میل داشته بیدین؟ آب خود وگه من سکم تمام شده. سکم راته 1 قرونیه. بله. Gracias, señor. اولا پاکو. مکزیکیه؟ اصلیتش برره‌ایه. سلام علیکم. خوش آمدید شیر فرهاد. چی میل واکنی؟ 2 تا آب نخود خفن بده، مهمان از تهران دارم. امروز به افتخار ورود این مهمان همه پایین برره یا بالا برره یا آب نخود مهمان منن. چقدر تلخه. و خور عادت میکنی، برای اون نشیمن گزیدت خوبه. این بالا برره و پایین برره کجاست؟ بالا برره از میدان به بالا وگوان، پایین برره از میدان به پایین. شما پایین برره ای هستین. پایین برره و بالا برره در اصل یکی بوده. در قدیم که بوای من بچه بوده یه جنگی در میگیره، بالا و پایین از هم جدا میشن. اون موقع شیر فرهاد هنو به دنیا نیامده بید. بعد که من بچه بودم، خانه بالا به عنوان خونبس دخترش هم میده به خانه پایین. او وقت صلح وشد. الا دیگه اونجوری نیست، ولی الانم روابط هنو خیلی خوب نی. هنو بوای من با خانه بالا مشکل دارن. پارسالم خانه بالا تو شطرنج تقلب کرده بیده. اونا عجب. من میگه شاید تو میدر بیده تو چی که من قازغولنگ بیدی؟ من میگه من شاید قازغولنگ بیدی دیگه پس چیه؟ آخ جون دعوا میده. آخ جون دارن همدیگه رو میکشن آقا. من عاشق دعوا. تو آب نخدا رو حساب کن، من الان میام. من حساب کنم؟ سلام جان لسا. سلام جانم. ببینم این آقا که در کافه نشسته بید کی بید؟ مهمان شیر فرهاد بید، از تهران آمده بید. شیر فرهاد از تهران مهمان داشته بید؟ چه غلط ها؟ میگم شما توی برره به غیر از نوچوفسکو چیز دیگه ای نمیخورین؟ برره غذا زیاد داره. خب من آخه نمیتونم زیاد نخود بخورم. نخود برره تو دنیا لنگه نداره. خب من حرفی ندارم، اصلا کاری به این کارا ندارم. من نمیتونم نخود زیاد بخورم آقا، باد میکنم. شما غذایی ندارین توش نخود نباشه؟ مگه غذا بدون نخود هم هست؟ ها هیچ یادش. شیر فرهاد، شیر فرهاد خانه بیدی؟ کی بید؟ جان نثارم، جان نثار. جان نثار کیه؟ جان نثار اینجا چه بکنه؟ ها؟ این پاچه خار خانه بالاست. پاچه خار؟ پاچه خار چیه؟ حالا بعدن بگوه. دروشو. سلام بکنم. سلام علیکم. چی شده ای طرف آور چلوزگیدی؟ از سرورم خانه بالا پیغامی داشتم وگرنه عمرم پام اینجا نمیذاشتم. خب بگو. خان این گریبه تهرونی رو برای فردا نهار دعوت کردن به خانه بزرگ. چی و گفتی؟
عرض وکردم خانه بالا این گریبه تهرونی رو فردا نهار برای خانه بزرگ دعوت وکردن. Yaşasın. Keyfin yakçıydı. این چی بگوه؟ آذری نیستن ایشون؟ نه این بررهیه. با اجازه. غریبه تهرونی منو میگفت؟ اینا یه کاسه زیر نیم کاسه شانه.